به نام خداوند جان و خرد کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند بخشنده راهنمای. بینندگان گرامی، امروز ما قرار داریم در سلسله برنامه های اصحاب پیامبر گرامی اسلام از ستاره هایی که در اطراف ماه تابان در اطراف پیامبر گرامی اسلام قرار داشتند، هر یک نور دارند. اگر ما میخواهیم از صدق استفاده کنیم، می شود که به سراغ حضرت ابوبکر رفته باشیم، و اگر میخواهیم از عدل، می شود که به سراغ حضرت عمر رفته باشیم، و از عثمان رضی الله عنه حیا مخته باشیم، و قرآن را، و از حیات حضرت علی شجاعت را، از حیات حضرت سلمان حکمت را، و اگر قناعت میخواهیم از حیات حضرت ابوذر و حضرت ابودردا رضی الله عنهم اجمعین. دوستان گرامی، موضوع امروزه ما در باره یکی از صحابگان گرامی که نامشان عدی ابن حاتم طای است، و برای من و شما معلوم است که حاتم طای یکی از ثروتمندها بود و در کتابهای شعری حیات اون قرار دارد. و قصه امروزه ما فرزند همین حاتم طای است که نامش عدی است، و خود قصه می کند که چگونه مسلمان گشت. قصه شان چنین است که میگوید من سردار یک قبیله بودم، تقریبا 20 سال به پیامبر گرامی اسلام کینه و عداوت داشتم. حتی میگوید من نفری را یاد ندارم در عرب که به مانند من به پیامبر کینه و عداوت داشته باشد. میگوید که وقتی که میدیدم که رسالت پیامبری شهرها را از خود میکند، یک شهر بعد از شهر دیگر فتح میشود، و آمادگی خود را گرفته بودم تا اینکه اگر رفت و لشکر پیامبر بر نجد، بر جایی که این عدی زندگی میکرد با اهل و خاندان خود، همین را انتظار بود که اگر رفت و لشکر پیامبر به اونجا رسید فرار کرده باشد، و به غلام خود امر کرده بود که یکی از شترها را برای او آماده کرده باشد و در نزدیک خانه اش بسته باشد. و میگوید که وقتی که غلام من روز آمد و به من گفت که همان چیزی را که تو انتظار بودی به شهر ما آمد، یعنی لشکر پیامبر صلی الله علیه وسلم داخل شد بر نجد، و میگوید که من سراسیموار خاندان خود، خش تبار خود را جمع آوردم و با همون شتر خود از نجد فرار کردم به سوی دیار شام. و در گذشته حضرت عدی یعنی در دین نصرانیت بودند، و میگوید من به اون خاطر دیار شام را انتخاب کردم که همدینان من آنجا زندگی میکردند. وقتی من از شهر نجد بیرون شدم، بسیار هم سراسیموار بودم و بعضی از خویشاوندان من در نجد مانده بودند. یکی از خویشاوندانش این خواهرشان بودند که در نجد واقع ماندند، و میگوید دیگر من علاج نداشتم که برگردم و خواهر خود را با خود بگیرم، و با همون مقدار از خویش و تباری که با من بودند ما سفر کردیم، میگوید تا به دیار شام، و خواهرش در دست لشکر پیامبر صلی الله علیه و سلم اسیر می افتد و او را می آورند به یثرب بر مدینه منوره. و میگوید بعضی خبرهایی که از پیامبر بر ما تا اینکه خواهرم آمده بود می رسید باور نمی کردم، تا اینکه خواهرم آمد و خود قصه کرد. قصه چنین است دوستان گرامی که رحمت پیامبری را اینجا دیده می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی با اسیرها چنین یک مناسبت زیبایی داشتند. میگوید وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد می آمد، همین اسیرها را در نزد مسجد گذاشته بودند، و خواهر عدی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را می بیند چنین یک جمله میگوید که یا رسول الله هلك الوالد و غاب الوافد فمن علی من الله علیک. میگوید یا رسول الله مرا پدرم از دنیا گذشته است
و برادرم ناپدید گشته است. خواهش میکنم که مرا رها کرده باشید. برای من منت بگذار میگد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میشود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم با او میپرسند که همون نفری که ناپدید گشت کی است از تو؟ و اون میگوید که عدی ابن حاتم است، برادر خود را. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد همانی که الفار من الله و رسوله، همانی که از خدا و پیامبر فرار کرد همان. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رحمت خودش در روز سوم میگوید که قد فعلتو، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را رها میکند. ببینید رحمت پیامبر گرامی اسلام را که یک نفر 20 سال با پیامبر صلی الله علیه و سلم کینه و عداوت می‌ورزد و وقتی که خواهر او، خویش و تبار او به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم اسیر می‌افتد، آنها را پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بخشد. این جمله را باید ما بدانیم دوستان عزیز که الله مهربان هم به این اشاره می‌کند که نباید که با گناه یک نفر دیگر جزا داده شود. این پیامبر گرامی اسلام است که برای تمام امت اسلام این را می آموزد. در روز سوم که این زن پرسان می شود رهایی خود را، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را رها می کند و ببینید که همچون پدروار به این زن مناسبت می کند و می گوید که تنها رهایی نه، یک اسیر وقت رها می یابد در حال خود را آزاد حس می کند و از اونجا بیرون می شود. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها رها کردن نه، همچون پدروار با او مناسبت می کند. می گوید که وقتی تو می خواهی که با خویشاوندان خود پیوسته باشی در دیار شام، اگر رفت و کدام قبیله از دیار شما به اینجا می آید، یگان نفری که با او اطمینان داری، باوری هست، همون را بر من خبر کن و روزی که پیدا می شود همون نفری که این زن به اون باوری دارد می آید نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و می گوید که یا رسول الله من چنین نفری رو پیدا کردم که با دل پر، یعنی با اطمینان کامل مرا به جای خود می رساند تا دیار شام. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید که این رحمت پیامبری است که نمیخواهد که یک زن تنها راه برآمده باشد و حتی با هر نفری که نمیشناسد، بلکه یک نفری که او را میشناسد، اطمینان دارد، با اون نفر اون را روان میکند. و ببینید در اینجا رحمت للعالمین 3 چیزی را برای این زن هدیه میکند. برای یک نفری که اسیر افتاده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای 3 چیز را هدیه میکند. یکم چی است؟ میگوید فکساها رسول الله صلوات الله علیه و منحها ناقة تحملها و اعطاها نفقة تکفیها. این 3 نعمت را، 3 چیزی را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این زن هدیه میکند. یکم این که او را یک سر و لباس میکند، میپوشاند. ببینید رحمت پیامبری را که با یک اسیر چنین رفتار میکند. دوم این که یک شتر را برای این زن هدیه میکند که تا به جای خود رسیده باشد. سوم این که در همین راه چه مقدار مصرف دارد، برای اون مال جدا میکند که در راه این را خرج کند. این دوستان عزیز رحمت پیامبری است که سعدی بزرگوار میفرماید که ندانم کدامین سخن گویمت که والاتر زان چه من گویمت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به این رحمت، دیگر وقتی انسان قصه ها را میخواند حیران میشود که چنین رحمت را خداوند بر پیامبرش انعام کرد که اینقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشندن، حتی با اسیر خود، با دشمن خود چنین رفتار میکنند. ببینید با ابو سفیان که اینقدر با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی ورزیده بود، او را بخشید. ببینید که با نفری که سینه حضرت حمزه را شکافته بود، هند همسر ابو سفیان، اون را هم بخشید. و صدها صحابه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم درگذشته تا زمان مسلمان شدنشان بدی رسانده بودند، پیامبر گرامی اونها را بخشید. این رحمت للعالمین است. وقتی که این زن آزاد می شود و برمیگردد، در بعضی از قصه های دیگر این است که این زن باز هم طلب میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که خویشاوندان خود را، یعنی قبیله او را هم آزاد کرده باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم قبیله او را هم آزاد میکند. این رحمت است، رحمت للعالمین است که چنین یک رفتاری در او دیده می شود.
صلوات الله علیه. و وقتی این زن برمیگردد به بلاد و دیار شام و میگوید عدی که من هیچ باور نداشتم که خواهر من صحت و سلامت بازگردد. وقتی میگه من اون رو دیدم باوریم نآمد، اما اون وقتی نزدیک شد من شناختم که این خواهر من است. وقتی که در نزد من رسید اولین کلمه کرد این بود، اولین سخنی که گفت این بود که القاطع الظالم، تو یک نفری هستی که صله رحم رو قطع کردی، چرا ما را در نجد گذاشته و خود فرار کردی و تو ظالم هستی. گفت اما میگوید من خواهر خود را با یک حالت فهمانیدم و او را آرام کردم و از او پرسیدم که این نفر چگونه نفر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدم. میگوید خواهر من خیلی یک نفر عاقل بود، خیلی ذکیه بود و برای من گفت که این نفر مردی نکوکار است و تو با اونجا رفته باش. اگر رفت و اون یک پادشاه باشد تو در ملک آن خار نخواهی گشت و اگر پیامبر باشد از او استفاده خواهی کرد. و میگوید این سخنان خواهرم در دل من باوری داخل کرد و من کسی را یعنی کدام نامه را قبول نکرده از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم من روانه شدم به سوی مدینه منوره. و قبل از این که عدی به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیده باشند، پیامبر صلی الله علیه وسلم یک امید کرده بودند، چون این یک جمله گفتند که اینی لارجو ان یجعل الله ید عدی فی یدی. امید دارم گفتند که پیامبر صلی الله علیه وسلم که دست عدی با دست من سلام کرده باشد و این امید پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام یافت. و عدی میگوید من آمدم و پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد پیدا کردم، با اون به دست سلام کردم و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از من پرسان شد که من انت، تو کی هستی، من در جواب گفتم که من عدی هستم، فرزند حاتم تای. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه خوشحال شدند و مرا گرفتند، اکرام کردند، به خانه خود بردند. خیلی یک اکرام بزرگ است که یک نفر را در ساعت اول به خانه خود مهمان کردند. در حالتی که میگوید ما در راه می رفتیم، یک زن با طفل نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند، حاجت خود را خواستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم حاجت آنها را شنید و آن را برآورده کرد. میگوید اینجا من به خود فکر کردم که این پادشاه نیست بلکه این پیامبر است که هر نفر دسترس است که آمده از اون چیزی را خواهش میکند. دوم این که میگوید وقتی مرا خانه خود برد، در خانه خود یک بالشت داشت که بر من گذاشت که من بالای اون نشسته باشم. میگوید من حیا کردم، اما مرا بار دوم طلب کرد که من بالای اون نشسته باشم و خود در روی زمین نشست، زیرا میگوید در خانه غیر از همان بالش دیگر چیزی نبود. این احترام پیامبر صلی الله علیه وسلم، اکرام پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مهمانش. و میگوید از من پرسید که یا عدی، گفت تو همان نفری نیستی که در دین نصرانیت بودی؟ میگه گفتم بله یا رسول الله. دوم سوال این کرد که آیا تو نفری نیستی که از قوم خودت چاریکی مالهای آنها را میگرفتی با ظلم؟ میگوید گفتم بله یا رسول الله، من همون نفر هستم. و گفت که آیا همین عمل در دین تو حرام بود و بالای این تو این کار را میکردی؟ گفتم بله. ببینید دوستان گرامی، یک اشاره از این درس این است که عدی خودش سردار یک قبیله بود، سردار قبیله عرب در یک منطقه نجد، و سردارها چنین عادت داشتند که چاریکی مالهای مردم را از مردم میستانیدند، میگرفتند با قوه زوری. و این یک عمل بد است، عمل زشت است که یک ثروتمند، یک سردار قبیله مالهای یکی از مردمان را گرفته باشد. این عمل زشت است که خداوند او را مذمت میکند در قرآن عظیم الشأن و میفرماید فلعنت الله علی الظالمین، خداوند بر ظالم ها لعنت فرستاده است. یعنی یک عمل شوم است، یک عمل زشت است که مال یک نفر را ستانیده باشی در حالی که حق تو بالای آنها نیست. و پیامبر صلی الله علیه وسلم این را اشاره کرد که همین عمل در دین شما حتی در دین نصرانیت حرام بود، اما تو انجام میدادی. گفت بله یا رسول الله.
اینجا میگوید من فهمیدم که این پیامبر است، زیرا این عمل من را غیر من دیگرها نمیدونستند. این پیامبر این را از معجزاتش برای اون گفت. و 3 جمله دیگر رو پیامبر صلی الله علیه و سلم برای عدی تکرار کرد. گفت شاید یا عدی گفت مانع مسلمان شدن تو این باشد که مسلمان ها فقیرند. قسم به خدا گفت روز می رسد که مسلمان ها چنان ثروت به دست می آورند که دیگر نفر رو پیدا نمی کنند که این ثروت رو به اون داده باشند. و گفت شاید مانع مسلمان شدن تو این باشد که عدد مسلمان ها کم است و عدد دشمنان زیاد است. می رسد روزی گفت که قسم به خدا از قادسیه یک زن در شتر خود سوار تا بیت الحرام می آید و در امن و امان است و تنها از خدا می ترسد و بس. اشاره به این است که اگر در جایی که عدل باشد در آنجا می تواند که یک زن سفر کرده باشد و کسی به او ضرر نرسانده باشد. و سومین چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون اشاره کرد، گفت که تو می ترسی که پادشاهان، نفران ثروتمند در غیر مسلمان هاست اما مسلمان ها چنین ثروت را ندارند. قسم به خدا گفت روز می رسد که بابل را فتح کرده می شود و گنجینه های کسرا را مسلمان ها به دست می آورند. و عدی می گوید که همین 3 قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوردند من او را دریافتم و در این اثنا حضرت عدی مسلمان می شوند، کلمه شهادت را به زبان می رانند و می گوید که 2 عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 چیزی را که قسم خورده بودند من در حیات خود دریافتم. یک این بود که زنی را دیدم که از قادسیه تا بیت الحرام در شتر می رفت و کسی به او ضرر و زیان نرسانید. و این چنین می گوید در لشکر در صف اول بودم زمانی که ما بابل را فتح کردیم و از گنجینه های کسرا به ما نصیب گشت. و سومیش قسم به خدا گفت بشارتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوم داده بودند روزی خواهد فرا رسید و این هم مورخین میگوید فرا رسید. همین وعده پیامبر، پیشگویی پیامبر که در زمان عمر ابن عبدالعزیز چنان مال مسلمان ها زیاد گشته بود که دیگر فقیر پیدا نمی کردند که مال خود را به اون رسانیده باشند. حتی مالهای خود را در شاخه های درخت آویزان میکردند و نوشته میکردند که اگر کسی نیازمند است، احتیاجمند است، از این گرفته استفاده کرده باشد. دوستان عزیز، این بود یک قصه کوتاه از حیات حضرت عدی ابن حاتم. خداوند برای هر یک من و شما شجاعت و حکمت و عدل اصحاب پیامبر را نصیب کرده باشد. همه شما را به الله منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.